ملائکی عادی نیست. جبرئیل فرماندهی همه ملائکه های الهی است، مطاع است. ملائکه است که هم خازن بهشت و هم مالک دوزخ با همون عظمتش اطاعت از جبرئیل میکند. بنابر وقتی که شب معراج پیغمبر بزرگوار ما برای تماشای جنت رفتند، جبرئیل امین خازن بهشت سفارش داد که افتح لمحمد ابواب الجنه، برای حبیب خدا محمد درهای بهشت کشا تماشا کند. مطاع ثم امین. امین و ملائکه است که در آوردن وحی خدا به پیغمبران هرگز خیانت نکرده است و هرگز خیانت نمی کند. امین است، بی خیانت است، با وفاست. و ما صاحبكم بمجنون. و این چنین سوگند یاد میکند خدا به خاطر آن که این پیغمبره که شما میگوید دیوانه هست و دیوانه نیست. دوم سبب سوگند خوردن پروردگار این اثبات رسالت محمدی است. در اینجا خدا به خاطر دو چیز سوگند یاد کرد. یکی به خاطر جبرئیل امین که این قرآن وحی اوست، از جانب خدا جبرئیل آورده است، نه شیطان نه یگان جن. دوم به خاطر آن است که این پیغمبری که در مکه مکرمه برآمد و شما را به عبادت خدای یکتا دعوت میکند و دیوانه نیست. ای مشرکای بدبخت، ای کافران مکه، شما خود دیوانه هستی، محمد دیوانه نیست. و ما صاحبكم بمجنون، بلکه او صاحب عقل کامل است، بلکه او عاقل ترین انسان هاست و کامل ترین انسان هاست و بزرگترین انسان هاست. و ما صاحبكم بمجنون. بنابر پروردگار برای اثبات رسالت پیغمبر خود در قرآن با شیوه های گوناگون سوگند یاد میکند. ولقد رآه بالافق المبین. ولقد رآه بالافق المبین. همین محمد، همین شخصی که در بین شما پیغمبر است، با چشم سر جبرئیل امین این ملائکی مقرب درگاه با همان عظمتی بزرگش، با همان صورتی که خدا آفریده است دید. رسول اکرم دو بار حضرت جبرئیل امین با همون صورت خدا آفریدگی دیدگی است، یکی در این دنیا، یکی در شب معراج در عالم بالا، که هر دو قرآن با آن گواه است. ولقد رآه بالافق المبین. ابن کثیر میگوید، قرطبی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جبرئیل امین طلب کردند که برادر عزیز خود به صورتی اصلی که داری به من نشان ده. او بگرچه این حدیث نیست، اقوال مفسراست. جبرئیل امین گفتن جان من محمد، تو طاقتی دیدن من نداری. گفتن نه، هرچی باشه به من خودت نشان ده، من یک بار تو رو ببینم با صورتی که داری. جبرئیل امین گفتن حبیب خدا پشت گردان به سوی من. حضرت پشت گرداندن، لحظه شرفه شنیدن. وقتی که گشتن در افق، در جای آفتاب برا، بعضی روایت میگن در عرفات بود،
جبرئیل امین با همان صورتی که خدا آفریده بود دیدند. از هیبت او رسول اکرم هشان رفت. جبرئیل امین به صورت عادی بازگشتند. رسول اکرم سر مبارک در آغوش گرفتند. لحظه به هوش آمد. گفتند حبیب خدا نگفتم تو الان طاقتی دیدن ما نداری؟ ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو، این پیغمبر، این محمد، این آفتاب تابان رسالت، هر چیزی که از وحی خدا از غیب به او آمده بود به یگان کم و کاست به شما عالمیان رسانید. در رسانیدن وحی خدا به سوی شما بخیلی نکرد. و ما هو علی الغیب بضنین. از این سبب هر کسی که میگوید که محمد وحی خدا را از ما پنهان کرده است او از ایمان جدا می شود. یا میگوید که این محمد این اخلاق در که قرآن میگوید هرگز این پیغمبر بزرگوار در رسانیدن امر خدا به سوی شما، در رسانیدن وحی خدا به سوی شما بخیلی نکرده است. و ما هو علی الغیب بضنین و ما هو بقول شیطان رجیم. و این قرآن محمد که وحی خداست، آرنده او جبرئیل است، شما گمان نکنید که سخن جن نیست، سخن شیطان نیست. تو خیال نکنید، گمان نکنید که محمد در نزد کسی خوانده بود و این کلام خود بافته برآورد. و ما هو علی الغیب بضنین و ما هو بقول شیطان الرجیم. و این قرآن سخن شیطان ملعون نیست، زیرا که شیطان طاقتی برداشتن او ندارد، طاقتی شنیدن او ندارد. و ما تنزلت به الشیاطین. این قرآن کلام خداست و آورنده او پیغمبر خداست جبرئیل امین و رساننده او پیغمبر خداست محمد ابن عبدالله. و ما هو بقول شیطان الرجیم. فأین تذهبون فأین تذهبون. این از کتاب خدا، این از قانون حیاتی هر یک فرد مسلمان، این از راه سعادت، پیروی قرآن. فأین تذهبون. بس شما کجا می روید؟ این قرآن عظیم الشأن میموند و به کجا می روید؟ این شریعت میگذارید و باز به کدام قانون پیروی میکنید؟ فأین تذهبون. خدا برای سعادت شما کتاب فرستاد، خدا برای سعادت شما پیغمبر فرستاد، خدا برای سعادت شما شریعت فرستاد. این شریعت خدا رو میمونید به کجا میروید؟ پیروی کردن از قرآن میمونید، باز به کدام کتاب چنگ میزنید؟ فأین تذهبون فأین تذهبون.